ابتدا یک خط میکشیم، یه خط بالا، یه خط پایین برای پلک بالا و پلک پایین این چشم. بعدش میایم یه خط میکشیم به صورت بلند، یه ضلع بزرگ و یه ضلع کوتاه سمت چپ. توی چشم سرخ اینجوریه و برعکسش یه ضلع کوتاه و یه ضلع بزرگتر سمت چپ اینجوری میکشیم. فرو رفتگی ها و برجستگی ها رو باید بهش دقت کنیم. توی چشم سرخ من الان یکم اغراق شده کشیدم. میتونیم منحنی بکشیم بالا و پایین رو و لازم نیست که اینجوری زل و زاویه داشته باشه. برای اشکی چشم میایم یه زل میکشیم، یه خط. باید اشکی چشم رو شبیه مثلث بکشیم، اینجوری صاف میاد سمت چپ و یه مثلث رو تو قسمت اشکی چشم به وجود میاره. در مورد عنبیه وقتی ما رو نگاه میکنه باید حتما به صورت دایره باشه. یه سرسره اینجا میکشیم، یه سرسره سمت راست. ببینید به این صورت باید شیبش رو در نظر بگیریم که حتما منحنی باشه. توی عنبیه نباید زل داشته باشیم و اینها قسمتی از یک دایره هستن. به مدل دقت کنید، پایین عنبیه باید حتما اینجوری قطع شده باشه و نباید دایره عنبیه کامل دیده بشه. از طریق لثه چشم اون پلک پایین باید عنبیه قطع بشه و این دایره به صورت کامل نباشه. اگر چشم ما رو نگاه نمی کرد عنبیه باید بیضی می بود. خب خط بالای چشم پلک بالا رو تیره می کنیم. پلک پایین رو میایم دو خطی می کنیم. لثه چشم رو می کشیم جایی که باید یک جاده روشن اینجا به وجود بیاد که موجه ها رو از روی پلک پایین اون لثه چشم بکشیم. اینجا رو دو خطی میکنیم و موجه ها رو این پایین باید بعداً بذاریم. برای کشیدن مردمک باید این نکته رو توجه کنیم که حتما باید اون دایره کوچیکه که اسمش مردمکه وسط دایره بزرگه عنبیه باشه و نمیتونه که به اطراف نزدیکتر باشه. یه سمتش باید حتما وسط بکشیم و یه نور هم اینجا نگه میدارم تا هنوز سایه ها رو نزدم بین مردمک و عنبیه. برای نور توی چشم باید توجه کنیم که معمولا به پلک بالا نزدیکتر هست. برای کشیدن خط بالای چشم به این فاصله ها توجه میکنیم که ببینیم فاصله خط چقدر تا پلک و چه فاصله تا چشم داره. باید خیلی باریک و پررنگ و تند و تیز اونو بکشید. میاد تا به گوشه چشم نزدیک میشه. پررنگش میکنیم. یکم کار رو تیره تر کنیم. پلک بالا رو تیره میکنم و شروع میکنیم مردمک رو سیاه کردن. مردمک رو تا میتونید مشکی کنید. برای سایه زدن عنبیه به صورت خورشیدی از مرکز
به سمت بیرون هاشور میزنیم و دور مردمک رو تیره تر میکنیم. دور عنبیه رو همونطور که میبینید تیره و تیره تر میکنیم و این قسمت وسط رو یه ذره روشن نگه میداریم. اینجا اطراف رو باز هم تیره و تیره تر میکنیم به صورت خورشیدی. تیرگی هایی رو میذاریم. خب حالا تیرگی زیر چشم رو با یه فاصله میذاریم، سایه میزنیم و پلک بالا رو حالا تیره و تیره تر میکنیم. این تیرگی هم برای مژه ها میتونه باشه و هم برای لثه چشم. ببینید اینجا توی اشکی چشم یه قطر داریم، یه روشنایی اینجاها داریم و توی اشکی چشم رو سایه میزنیم و یه چند تا نقطه برای برق توی اشکی چشم نگه میداریم. این جاده هم که لثه چشم هست سفید نگه میداریم. سایه زدن ها باعث میشه که روشنایی ها بیشتر خودشون نشون بدن. بازم پلک بالا رو قطرش رو بیشتر میکنم، توی عنبیه رو بالاش رو تیره تر و میاد پایین روشند. این گوشه هم یه ذره خط میکشم برای مژه ها. زیر چشم رو بازم سایه میزنیم که لثه چشم بیشتر خودش رو نشون بده. برای کشیدن مژه ها از مرکز مردمک ساعت 12 یه خط میکشیم روی بالا و توی لثه پایینم ساعت 6 یه خط میکشیم روی پایین و یه منحنی میکشیم، یه کاسه که از مرکز مردمک رد بشه از این وسط. یه دونه دیگه که بعداً جهت مژه ها رو ما با اینها نشون میدیم و باید همشون از این وسط رد شن و خط تقارنشون باشه این وسط مردمک. برای پلک پایینم باز همینطور کاسه های برعکس میخوایم بکشیم که باز هم خط تقارنشون همون وسط مردمک باشه. ببینید مسیر مژه ها مشخص شد. حالا مژه ها رو میایم پایین میریم بالا، دونه دونه میکشیمشون به این صورت که شروع مژه پهن باشه، هرچی میره بالاتر سوزنی تر و نازک تر بشه. مژه ها بعضیاشون تکی هستن و بعضیاشون دوتایی. به اون خط بالا خیلی نزدیک نمیشن و از اون خیلی نمیگذرن، نمیرن بالا. برای مژه های پلک پایینم باز همین کارو میکنیم. روی لثه چشم رو اون جاده چیزی نمیکشیم، مژه ها رو از زیر اون شروع میکنیم و باز هم از پررنگ تا کم رنگ روی همون مسیری که دارید میبینید مژه ها رو میذاریم. مژه های پایین میتونه خیلی بلند و پرپشت نباشن مثل پلک بالا. زیر لثه چشم رو سایه بیشتری میزنم که لثه چشم خودشون نشون بده و معمولا این تیرگی رو اکثر چشم ها دارن. جلوی اشکی چشم یه نور نگه میداریم، سایه میزنیم که اون نور بیشتر مشخص بشه. هاشور میزنیم این گوشه ها رو.
گوشه چشم تیره تر، هرچی میاد سمت چپ روشن‌تر میشه. خط بالا رو بازم پررنگ‌تر میکنم. خب تا اینجا چشم رو کشیدیم و سایه زدیم. بریم سراغ کشیدن ابرو. برای کشیدن ابرو ابتدا میایم از اشکه چشم یه خط کج میکشیم. این میشه شروع کشیدن ابرومون. پس اگر یه خط صاف بکشیم ابرو باید جلوتر از اشکه چشم شروع بشه. بریم سراغ انتهای ابرو. عنبیه رو ور میداریم میذاریم بالای چشم. این میشه فاصله ابرو تا چشم. پس اندازه عنبیه. باز به مدلتون همیشه باید نگاه کنید ولی معمولاً به همین صورت هست. نباید خیلی نزدیک باشه تا این خطه، تا خط چشم. اگر زیر چشم رو ادامه بدیم باید بخوره به انتهای ابرو و از وسط مردمک هم اگر بریم بالا میشه جایی که ابرو میفته پایین و اون شکست اتفاق میفته برای زیر ابرو. خب حالا ما باید ببینیم که پهنای ابرو باید چقدر باشه. پهنای ابرو رو نسبت به باز بودن چشم مقایسه کنید. ببینید این پهنای ابرو نسبت به باز بودن یا پهنای ابرو نسبت به قطر عنبیه. اینها رو باید مد نظر داشته باشیم که خیلی ابرو رو باریک یا پهن نکشیم. میایم به سمت بالا. باز این فاصله رو نگاه میکنیم ببینیم آیا مردمک اینجا جا میشه تو این فاصله یا عنبیه اینجا جا میشه. اینها رو باید خودتون نگاه کنید و مقایسه کنید. برای کشیدن خط بالای ابرو و اون شکستش ببینید از کنار عنبیه میریم بالا. برای زیر ابرو از بالای مردمک و برای بالا از کنار عنبیه میشکنه میفته پایین به این صورت. حالا موهای ابرو رو که بخوایم بکشیم ساعت 11-12 و همینجوری میفته پایین و هاشور میزنیم. یه سری موها از بالا میان به سمت پایین، یه سری هم از پایین به سمت بالا میرن تا اینجا رو تیره و تیره تر کنن. مواظب باشین که انتهای ابرو رو خیلی پهن نکنید و اگه ابرو باریک بمونه مداد رو فشار میدم. خطا رو سوزنی و نازک میکشم. مثل موجه ها باید خطا انتهاشون نازک باشه. دو سر نازک میکشیم تا ابروها آروم آروم پررنگ و پررنگتر بشن و شکل بگیرن به سمت نوک ابرو که میرن تیزتر میشن مثل موجه ها. حالا ابروها رو تا جایی که لازم باشه به مدل نگاه میکنیم و هاشور میزنیم تا تیره و تیره تر بشه. یه سری نور و سایه ها هم توی فاصله ابرو تا چشم وجود داره. اینجا رو یه نور نگه میداریم و اینجا رو تیره میکنیم مخالف جایی که عنبیه هست. عنبیه اینجاست، جهت مخالفش رو تیره میکنم و میریم به سمت پررنگ کردن فاصله ابرو تا چشم. این قسمت ها رو هم
فاصله ابرو تا چشم رو هم به صورت منحنی باز تیره میکنم، سایه میزنم. برای سایه زدن میتونیم از هاشور استفاده کنیم. هرچی هاشورها به هم نزدیکتر بشن تیره تر میشه اون قسمت. هرچی بیشتر هاشور بزنیم اون قسمت تیره تر میشه و هر جا فشار دستمون رو بیشتر کنیم باز تیرگی اون سایه رو بیشتر کردیم و جاهایی که نورانی هستن روشن‌تر هستن هم فشار دست رو کمتر میکنیم و نورها رو نگه میداریم. این قسمت هم که قسمت تیرگی کنار بینی هست توی سرخ و با هاشور اون رو هم تیره میکنیم. خب یه بار دیگه مرور کنیم. ابتدا یه ضلع کوتاه، یه ضلع بلند برای پلک بالا، یه ضلع کوتاه و یه ضلع بلند برای پلک پایین و عنبیه که باید دایره باشه، مردمک باید وسط عنبیه باشه، دور عنبیه تیره، خط بالای چشم خیلی مهمه باید تیره بشه. در مورد منحنی ها صحبت کردیم که مسیر موجه ها رو مشخص میکنن. برای پلک بالا مسیرها و برای پلک پایین باز کاسه های برعکس، سمت راست پایین، سمت چپ پایین و خط وسط چشم که از کجای گوشه های چشم و اشکه چشم رد میشه، زیر چشم رو بریم بالا میخوریم به انتهای ابرو. یه عنبیه اینجا جا میشه که میشه فاصله ابرو تا چشم و به صورت کج اگر یه خط بکشیم از اشکه چشم میخوره به ابرو و ابرو باید جلوتر از اشکه چشم قرار بگیره. یک نور اینجا نگه میداریم و بقیه جاها رو سایه میزنیم. یه سری ابرو از بالا میان، یه سری از ابرو از پایین به سمت بالا میرن. مسیر موجه ها رو باز دوباره تاکید میکنم. ساعت 12، ساعت 6 خط بالا پایین، خط تقارن مردمک و عنبیه و نوری که تو این قسمت باید نگه داریم، سایه نزنیم. بقیه جاها رو حتما سایه هاشو توی مدلتون نگاه کنید. شکستگی زیر ابرو و شکستگی بالای ابرو، زاویه هاشون کجا قرار میگیره مهمه. بالای مردمک و کنار عنبیه زاویه های شکست ابرو هستن. فاصله بینی تا چشم خیلی مهمه. خط ابرو رو اگر به سمت پایین بیایم به کنار پره بینی میخوره. دوستان عزیزم طراحی کنید، برای من بفرستید. موفق باشید. تا درس بعدی، بدرود.